فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم أو مسائلهم. یعنی بسیار سوال دادن یعنی چیکار کرد؟ یعنی سوال بسیار، یعنی برای مسئله سوال ببینیم. سوال مثلا چی میشه؟ یعنی سوال هایی که مثلا یعنی معناش نه که سوال دادن میکنه، نه، سوال باید که داده شود. یعنی رحم، بلکه رسول صلی الله علیه و سلم هم سوال دهنده های چی مدح میکند. یعنی رحم الله نساء الانصار ما يمنعهن ان يتفقه الحياء ان يتفقهن في الدين. یعنی الله همین زنهای انصار چی رحمت کند، برای فقه، برای تعلیم گرفتن یگان چیز ویهای من نمیکنه، شرم نمیدارن. یعنی برای همین علم باید که بی سوال نمیشد. یعنی سوال باید که چیه؟ یعنی برای همین دو نفر هیچ وقت طالب علم شدن نمیتواند. المتکبر والمستحی. متکبر و شرم دارنده هیچ وقت چه عالم طالب علم شدن نمیتواند. شرم ندار. سوال اومد، سوال پرس. سوال پرس. یعنی فهمیدی؟ چیزی که نفهمیدی مثلا پرس. گرچه مثلا یعنی بینی که مثلا سوال آسان است لیکن نمیفهمی پرس. یعنی جای شرم میشتیم. به نووی رحمه الله مقدمه مجموعه چی میگه؟ اگر میگه یک ساعتی خوری علم به صبر نکنی، دهر جهل به باید که صبر کنی. یعنی معنی این قول چیه؟ یعنی اگر مثلا یک درس اند نشسته خیر همین سوالی که مثلا کن سوال عادی باشد که اگر نپرسی خودت شرم داری و تکبری کنی، یعنی عمرت جاهل میگذری. عمرت چی میشد؟ جاهل میگذری. برای همین سوال پرسید. مشایخ و اهل علم روی سوال پرسید. سوال چیکار میکنید؟ یعنی پرسید. سوال چیکار میکند انسان؟ یعنی میپرسد. فهمیدید؟ سوالایی که مثلا دینت به داخل شای چیزا این میپرسید. لیکن کدوم سوالهای رسول صلی الله علیه و سلم هم کار ساده است؟ سوالهایی که یکون جان چی گفت؟ یعنی سوالهایی که ممکن نه، این سوالهایی که از روی چی داده میشد؟ از روی امتحان. یعنی یک آدم توی امتحان کردنیه. یعنی یک آدم مثلا چی یا که مثلا چیکار کردنی، یک آدم یعنی فضیحت کردنی. یعنی مثلا سنجش کردن، مثلا که یک آدم یعنی یک حالتی مثلا چی قدرش پس کردنی، تو مثلا شرمنده کردن، مثلا که مقصد مثلا یک چیز فهمیدن نه، یک چیز فهمیدن نه و یک چیکار کردنی تو قدر وی پس کردن. مثلا میبیای مثلا وی چیکار میکنی؟ یعنی یک سوال میدونی که این سوال به چیه و جوابش نه، مثلا میبیای مثلا من اعوذ بالله این سوال مثلا این کار چیه، این حرام. و یا که مثلا سوالی که روی چی تعنت، روی تعنت مثلا تعنت یعنی از غلو، از حد گذشتن میبیاد. یکی یعنی این مثلا یک فایده ندارد برای دینت. یعنی میبیاد میگوید که ادریس علیه السلام با کدام لغت گپ میزن، یعنی یا کشتی نوح علیه السلام که جا به است اومده ایستاد، یا آدم علیه السلام وقتی که از جنت فرامد که جا به اومد، کدام منطقه، کدام یعنی شهر، کدام دولت به اومد. مثلا تو چی میکنی؟ یعنی فهمیدی چی فایده میگیره این چیز؟ کشتی نوح یافتی، چیکار میکنی؟ یعنی دوام میتی میکشته بشته. یعنی چی فایده میگیره این چیز؟ چی فایده میگیره؟ ببین که پیش آدم سوالات چی تو همین سوال فایده دینت به دنیا به فایده میرسونن مثلا. این چیز چی ممکن نه؟ یا که سوال هایی که اصلا وای سوال ناممکن، وای واقع شدن وای چیز ممکن نه. یعنی افسوس، صد افسوس که مثلا بعض فقها ها هم چیز ذکر میکنن على الاسف که یعنی على الاسف مثلا ابن نجیم رحمه الله مثلا این قدر چی یعنی هم چیز ذکر میکنه رحمه الله. میگه که وقتی که میگه اگر میگه مکه به اومدی، میگه سوال یعنی مکه به اومدی وقتی که مثلا طواف کردنی، نماز خوندنی، گفتن که چی کعبه برافت، یعنی دیر کردی برای کعبه، یعنی مشغول بود، یعنی چی برافت، که جا برافت نزد یک اولیا زیارت برافت. یک اولیا یمن انده یا خراسان انده مصر انده یک اولیا های نزد همین به چی مصر برافت. سوال گجا به نماز خونم؟ سوال فهمیدی یا نفهمیدی؟ جواب بعضی گفتن که از قفای هم کعبه است، بین رفت کعبه گجا رفته استاده است، همه قفای کعبه استاده نماز خونه، یعنی مصر باشد طرف مصر نگشته نماز خون. بعضی دیگه گفتن که نه همین پای دیوال های چی کعبه به نگشته نماز بخونه. این کدام عقل با کی به تو خطاب کرد استاده ای که جونده واقعش نگی، که جونده واقعش داد که کعبه میخیسته میبرافت، یعنی کعبه دیگه کار ندارد. یعنی تو زیارت چی میرفته؟ زیارت اولیاء میرفت. یعنی این چیز چیه؟ چیز ناممکن. یعنی این چیزایی که یعنی هم چیزایی که ناممکن چیزه. یاد مثل از زماننده پیداشتگی حاضر رفتیم مارس به برآمدیم، رفتیم که مارس انده میگویند که خاک نیست،
آب نیست چیکار میکنیم یعنی؟ ها؟ این سوال شد می؟ ها؟ یعنی این اعوذ بالله این چیه یعنی؟ این علمین در چیه یعنی؟ ها؟ علمین چیه؟ علمین تکلف. ها نهینا عن التكلف میگه سلمان الفارسی رضی الله تعالی و كذلك عمر میگه نهینا عن التكلف یعنی این از حد گذراندن از حد چی گذراندن. با سوالی که ممکنه چهارم قسمی سوالی که سوال مضموم چهارم قسمش سوالی که وای حال واقع نشده است واقع چی نشده است یعنی فهمیدید وای سوال مثلا چی وای واقع نشده است یا که نمیگن که همه چی البلاء موکل باللسان ها یعنی چیزی که واقع نشده همین به یک آدم میاد نزد رسول صلی الله علیه و سلم میگه که یعنی هم به بلا موکل باللسان یعنی آدم دویم چی یک نیت نیک میکنه یک چیز نیک پرس یک چیزی که خدا به دیگرها به یک خوش خبر میشته چیز پرس چه میکنه چیزی نبیده یک رفتند مجبور کردند مثلا یعنی چی شده مثلا ریش یعنی چی حاجت این چیزا به یک آدم میبیاد علیه الصلاه و السلام میگه یا رسول الله میگه یک آدم مثلا میبیند که زنش خونش میدارد که یعنی جاگش به یعنی همین چیز فراش به بالای فراشان زنش به مرد بیگانه میبیند چیکار میکنه این آدم؟ رسول صلی الله علیه و آله غضب کرد و این طرف نگشت این طرف شما با همین سوال داد خلاص همین سوال رسول صلی الله علیه و سلم چیه نپرسم این چیز آخر و رسول صلی الله علیه و سلم چیکار کرد یعنی جواب نداد یعنی سوال بد آخر چه میکنین چیز پرس الحمدلله الله تعالی یعنی چی عافیت بنداخته که تو کمتر نه نشدگی چیزی هم چی میگن یعنی ها یعنی چی میگن یعنی چیزی یعنی چی میگن یعنی همین یک چیزی مثلا که وای به داخلش نه تعلقش نمی چیز پرسه سودا یک چیز به خودش درآور سودا است که وای چیز تماما آدم داخلش نه یعنی کم تر وقت میگذارد میگه که یا رسول الله میگم هم چیزی پرسگی سلام به واقع شد همه چی میگن البلاء موکل باللسان بلا زبان به چی است چسبیده است از زبانت برآوری هم میبیاد پیشت ها نگو این چیزای بده دایم چی نیت نیک کن یک چیز نیک پرس چون میگن خیلی چیزای مثلا نبوده پرسید البلاء موکل باللسان بلا مثلا جواب زبان به چسبیده همین زبان به نطق کردن همین چیز میبرود یعنی فهمیدید همین چیز چی میشه سنه مننده حکم اللعان اومد نازل شد یعنی سبب چیه یعنی حکم لعان نازل شده فهمیدید نعم حدیث بخاری به نه این چیز مثال میبیارن این چیز مثال میبیارن مثال ضرب المثل البلاء موکل باللسان همین چیز به مثال میبیارن یعنی حدیث حدیث ضعیف لیکن مثالی که یعنی چیز واقع شدگی چیز یعنی هم به رسول صلی الله علیه و آله چیزای چی دوست نمی داشت یعنی فهمیدید هم به یعنی عمر رضی الله تعالی عنه چیکار میکرد یعنی هر باری که یعنی این مصنفنده ابن ابی شیبه به اسناد صحیح روایت کرده یعنی عمر رضی الله تعالی عنه كان اذا اتاه رجل سأله عن سؤال كان يقول هل الذي تسأل عنه قد وقع ان قال بلى اجاب والا قال ان في شغل عما قد وقع فلا تشغلنا عما لم يقع فهمتید یعنی آدم اومده یک چیز پرسه میگه چیزی که تو پرسیده ساده واقع شد یا واقع نشد اگر گفت که واقع شد گفت جواب میداد اگر گفت که نه واقع نشد گفت میگه که خاموش شو ما حاضر چی با واقع شدگی چیزها مشغوله با چیزی واقع نشدگی ما مشغول نکنیم ها چه ما چیز مشغول نکنیم به این چیز فهمیدید همین بیان سوالی که هست سوالی که حقیقی همین چیزای باید که رعایت کرده شود فهمیدید فهمیدید علم چیز و با كذلك غلوب گفتم یعنی هم به بخاری به حدیث سعد ابن ابی وقاص اومده که علیه الصلاه و السلام میگه که ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت لاجل مسألته یعنی از همه بزرگترین مجرم ببینید که مجرم همین آدمی که یک مسئله میپرسد یک چیزی حلال بود به سبب مسئله همین چیزی همین حلال حرام میشد غلو یعنی زیاد روی مثلا میگوید که زانتک فروختن حلال یا حرام همین میزالله که زانتک میگه چی میگه یعنی سایبان یعنی همین فروختنش جایز یا جایز نیست خیر الحمدلله مدینه مکان همه دست چند هم زانتک گرفته میگره چی مشکل اینجا
نمیدونیم یک مشکل این زندگی جونه. این مشکل مثلا ما میبینیم که وقتی که اومده همون میخرد این نزد بحر میرد، نزد توی بحر میرد و یعنی کذا بنا این ببینا یک جا میبرد که وای چی میشد یعنی حرام میشد این حالت. خیر مردم چیکار کرد؟ همین قدر خیر محروم کرد یعنی مردم چیکار کرد یعنی از همین خیر محروم کرد یعنی. فهمیدید؟ هم به یعنی آدم مثلا چه اصلی که حلال خلاص هم به چی میگه ذرونی ما ترکتکم، چیزی که شما ها با اومدگی خلاص من ترک کرد دیگه چیز نفرسه داخل. فهمیدید همین چیز بود. تو دویمش چی بود؟ این چیز همین امت‌های گذشته همین حلال کرد یعنی گوه چیکار کردن یهود؟ یعنی الله تعالی گفت که گوه کشید، گفت بقره یعنی چی؟ نکرا ما کدوم گوه گرفته کشند جایز میشد. خرد کلان زرد سیاه سرخ کدوم گوه گرفته میشد. لیکن وایها چیکار کردن یعنی رنگش خیر باشد، خودش خیر باشد، نرخش خیر باشد، غلو کردن حتی که چی خداشون سخت کردن نه چیکار کردن یعنی هلاک کردن خداشون. یعنی برای همین حدیث صحیح بخاری با اومدگی علیه الصلاة و السلام چی میگوید؟ یعنی میگوید که علیه الصلاة و السلام میگوید که ان الدین یسر فلن یشاد هذا الدین احد الا غلبه. دین آسان چیزی، دین چیزی آسان الحمدلله. دین کسی که یگون کس مثلا الدین زاید میرم گوید و دین وی میشکند. ابن بطال رحمت الله علیه یعنی شرح حدیث میگوید که و هذا میگوید آیه میگوید این یک چیز معجزه آیات والله رأینا میگوید هؤلاء میگوید امثالهم دیدم همین خیلی غلو بود، همین هر چیز مثلا همین چیز یعنی همین حلال حرام مثلا این چیه اینا یا خوره به این چیز همین خیلی آدم ها بود که یعنی تقوای زهد چیز چیکار شدن میگوید مرتد شدن است. والله میگوید دیدم میگوید چیز مرتد شد. شیطان دو مدخل دارد یعنی تفرید و چی دارد و افراد دارد. فهمده؟ تفرید و چی دارد یعنی و افراد دارد یعنی. خلاص همین دین رسول صلی الله علیه و آله توی چیزی به ترکت کفایه میکنه. سوید روی نزد امام احمد رحمه الله به یک آدم میبید یعنی مسائل عبدالله ابن احمدان میبیارد که نزد امام احمد میبیارد و یک آدم میبیاد و میگوید که من میگوید نزد بقال منت یعنی میوه سبزیجات فروشنده میرم میگوید یعنی چی میگیرم؟ بعضی بقل میگیرم، پیاز میخره چیز میگیرم و آدم همین چیزا یک کاغذ به انداخته میتیاد یعنی هم میتیاد که آدم کیس به انداخته میتیاد میگوید خیر میگوید من این چیزا نقش دادم لیکن این کاغذ استفاده کنم میشد من پولی ندادم یعنی آدم کیس میتیاد که من سلفا 1000 ریال یعنی همین یک من پولش یعنی چخیر گرام یا نگرام گارونده بردتیم یعنی امام احمد میگه که آخر میگه دار اترك هذا میگه فان الزهد وزهدك لم يصل الى هذا الحد. زهد منم زهد تیم این حد بار استگیش نه مهلا پاس شو این قدر بالا نرم یعنی چه میری این قدر خود سختی این قدر مثلا چیه دیگه جو میری یعنی علمی چیز مثلا آدم مثلا چیزی که رسول صلی الله علیه و آله ترکت کفایه کن از این از حد چی نگذار از حد چی نگذار یعنی هم خیلی یعنی هم به یعنی چیز اومدگی یعنی هم به اهل بخاری در اثر اومدگی اهل عراق اومده چی میکنن یعنی خونی پاشه پرسیدن که خونی پاشه نجس و نجس نه یا که دیگه چیزا نمیگوید که پاشه کشتن پرسیدن که پاشه کشتن ممکنه بیشتر پاشه کشتن ممکنه میگوید پاشه ابن عمر میگه انظروا الى هذا میگوید سفكوا دم حفيد ريحانه رسول صلی الله علیه و سلم ثم يسالون عن دم بعود خون نبیره ریحانه سبت کهول جنت خون شریزوندن حسین خون شریزوندن اومده کنه خون پاشه پرز خون بعود یعنی کمر ایکو خون کمر پرزات که کشتن ممکنه یا ممکنه وقتی که حسین کشتن یعنی یگون فتوا نپرسیده جای نگذار من بسم الله گفتید چیکار کرد کشتید حلال کرد سر جسد جدا کرد یک کس پرسیگاتون نه اکنون امروز من پاشه میپرسید کشتن ممکنه یا ممکنه نگفته همین چیز حضرت یعنی همین چیز یعنی انسان مثلا همین چی میکند یعنی با گفت رسول صلی الله علیه و سلم باید که چه تقاید کند از چه نمیبرد